و اینکه من الان اصلا سوالم از شما اینه، مگه من دختر آقای علی خامنه ای هم که این مسئولیت گردن من میندازین؟ مگه من دختر علی آقای خامنه ای هم که از من درخواست میکنید که بگو که اعدامش نکنن؟ این چه حرفی که به من میزنین؟ مگه من دلم میخواد چه اتفاقی بیفته؟ چی شد کی اینطوری شدین شماها؟ مگه اگه واقعا فکر میکنید صدای من اینقدر بلنده که به آقای خامنه ای میرسه، من از همینجا تمام قد وای میستم میگم آقای خامنه ای، من برای خودم هیچ قدمی تو ایران بر نداشتم که بخوام برگردم شغلمو برگردونم، خونه زندگیمو، کشورم و خانواده‌مو ببینم، ولی تمام قد بالای این حکم میخوام وایسم بگم آقای خامنه ای شما که پدر ما رو داری، یک بار بیا